سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدیدمون. امروز قراره از بدترین تا بهترین واقعیت مجازی هایی که میتونی تجربه کنی و بگیم. مطمئنم که شما یا آخر توی برگاتون میریزه که خودت هم فکر نمی‌کنی. بریم سراغ لیست. شماره 1 گوگل کاردبورد با قیمت حدود $5 تا $10، حدود 1,000,000 تومان، که فقط توش میتونید از نزدیک فیلم سریال مورد علاقه خودتون رو ببینید و اتنس مقوا و کاتنه. دوام خیلی کمی داره. من از 1 تا 10 بهش نمره 1 رو میدم، چون که فکر میکنم اگر از نزدیک به چشم مثلا گوشی اینطوری باشه، چشمامون اذیت میشن و نمیتونم از فیلم لذت ببرم. شماره 2 متاکوست 2 با قیمت حدود $200، یعنی 18,000,000 تومان، با دسته هاش و کنترلر هاش که باهاش فیلم هم میتونید ببینید، بازی هم میتونید بکنید و بیشتر بازی هایوش اجرا میشه. رزولوشن نمایشگر یا کیفیتش 90 هرتز است. هرتز یعنی نور باید دید فکر کنم، و دید 100 درجه داره که میتونه کیفیتی مثل این عکس یا این عکس و حتی این عکس رو به شما ارائه بکنه، و چون قیمت مناسبی داره و کیفیت معمولی، نمره 3 رو میتونه از من دریافت کنه. شماره 3 والو ایندکس، اگه درست بخونم، که قیمت $1000 یا 90,000,000 تومانی داره، ولی میتونید بازی های رو با کیفیت 90 هرتز بازی کنید. 90 هرتز تا 120 هرتز و بعضی اوقات تا 144 هرتز بازی کنید و تراکم پیکسلی 1440 در 1600 داره. میدان دید 130 درجه داره که مال قبلی 100 درجه بود. اسپیکرهای خیلی با کیفیتی داره و بازی هایی مثل این و این رو میتونید توش بازی کنی. و مهمترین چیز کنترلرهاشه که وقتی دستتون رو کنید دستتون وارد بازی میشه و هر کاری که دستتون انجام بده تو دنیای واقعی توی بازی هم انجام میده، و به خاطر کیفیت مناسب و کنترلرهای مثل دستکش که انجام میده و هر بازی که توی دنیا هست رو میتونیم اجرا کنیم، من نمره 7 رو میدم، چون خدایش دستکش خیلی خوبی داشت و گفتم دیگه. ولی قبل از رفتن سراغ 4، بهترین یوتیوب فارسی VR از نظر شما کدوم هستش؟ شماره 1 محمد تندو، شماره 1 هات پاندا، شماره 4 قزوین سلام. به نظر من که محمد تندو بهترینه. شماره 4 و آخرین لول واقعیت مجازی که اصلا فکرشون نمی کنید. اول از همه یک دستگاه VTX آمنی پرو میخرید به قیمت $5,000 یا 450,000,000 تومان، که یوش میتونید به صورت 360 درجه، یعنی به چپ راست جلو از طرفی که بخواید بدوید و حرکت کنید، و حتی اگه بخواید روش معلق وایسید و بشینید. تو دنیای بازی هم حرکت میکنید. برای مثال توی دنیای واقعی میشینید روی اون دستگاه، توی دنیای بازی هم میشینید. توی دنیای واقعی قدم میزنید، توی دنیای بازی هم قدم میزنید. و قیمت اینو که گفته بودم قیمتشو. و بعدش یک کامپیوتر با RTX 6000 میخرید با تمام امکانات، میشه $5,000 یا 450,000,000 تومان دیگه، که قدرت باور نکردنی داره و میتونه با هدستی که در آینده بهتون میگم زود در بیاد و خوب باشه. بعدش زلیگه تسلا سایت فول بادی رو میخرید به قیمت $7,000 که حدودا میشه 570,000,000 تومان. گفتم حدودا، ولی میتونید باش همه چیزی رو حس کنید. بارون تو بازی، تاثیر خوردن، مشت خوردن، باد و همه چیزی رو حس کنید. و در آخر هدست واقعیت مجازی وایزو. بذارید زلیگه تسلا فول بادی رو بیشتر توضیح بدم. یه زلیگه تمام بدنه که از نوک سر انگشتان پا تا کل بدن رو میگیره، به جز اینجا دستا رو نمیگیره. همه چیز رو حس میکنید. برای مثال توی بازی یه گلوله به سینه شما میخوره، توی واقعیت هم حس میکنید به سینه شما گلوله خورده، و با آمنی پرویی که اول گفته بودم میتونید یه چیز خوب رو تجربه کنید. و در آخر هدست واقعیت مجازی وایز آیرو
با قیمت $7000 یعنی 620 میلیون حدوداً که بهترین کیفیت تاریخ واقعیت مجازیه. به علاوه میدان دید 140 درجه و با خطای کمتر از 0.00004 ثانیه بهترین هدست تاریخ است و قیمت تمام بهترین هدست تاریخ است و میتونید روش نصف بازی های با کیفیت انجام بدیم و مثل دنیای واقعی میبینید همه چیزی و نه مثل هدست هایی که همه چیزی رو مجازی میبینید. همین چیزهایی که تو شماره 4 بهتون گفتم از آمنی پرو تا تسلا فول بادی $40,000 میشه و نزدیکترین تجربه واقعیت مجازی در دنیا هست و من بهش به خاطر همه چیز نمره 10/10 رو میدم، ولی در سالهای آینده به احتمال خیلی زیاد همه اینها بهتر و بهتر و پیشرفته‌تر میشن. فرض کن توی بازی کیفیتی مثل دنیای واقعی، حس کردن همه چیز از دست زامبی و شونت تا گلوله و باد و دویدن در دنیای باز با حس واقعی. این دیگه پایان واقعیت مجازی تا سال 2025 هست. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب کنید. تمام.